Идем и слушаем тоже запах. ما به سمت بوی قدم میزنیم. شاید در راه کسی را یابیم. از اینجا بوی جسد میآید. الکسی یوکوف زندگی خود را به این کاری وحشتناک بخشیده بود. پیدا و شناسایی کردن جسد سربازان جان باخته در ولایت دنیتسک اوکراین. زخم در کاسه‌خانه سرش. همسفران ما اینجا همین طور افتادند. رادیوی آزادی چند ماه پیش فعالیت‌های یوکوف را به نوار گرفته بود. دیگر سیمای او را فقط در ویدیو می‌توان دید. الکسی هنگام بیرون آوردن جسدها در نزدیکی جبهه جنگ به هلاکت رسید. خبری مرگ او را همسرش در فیسبوک نشر کرد. یوکوف می‌دانست که کارش با خطر مرگ همراه است. ما این کار را زیر تیر و توپ و حمله درون ها انجام می دهیم، اما آنها نیز به خاطر آینده ما جان خود را در خطر گذاشته بودند. برای همین هر کدامشان باید به خانه برگردانیده شوند. این کار توجه الکسی یوکوف را 25 سال پیش به خود کشید. بعد از آنکه به جستجوی جسد سربازان جنگ جهانی دوم آغاز کرد. پس از آغاز درگیری‌ها در شرق اوکراین در سال 2014 تجربهش را در جنگ نو به کار برد. او گروهی داوطلبان پلацдарм را تأسیس داد که به خانواده‌ها در یافتن جسد عزیزان و دفن مناسب آنها کمک می‌کرد. ما در جیبش دعایی برای خانواده‌اش یافتیم. مردمانی که مانند او برای حمایت اوکراین و آینده فرزندانشان رفته بودند، مهمترین چیزی را با خود می‌گیرند. پس از تجاوز روسیه به اوکراین در سال 2022 کاری گروه بسیار زیاد شد. خطرها نیز، خطر پهپاد و تیر توپ، اسلحه ناترکیده و حتی جسدهای مینه‌کاری شده. برای ما بسیار مهم است که جسد سربازان خود را برگردانیم. آنها را از این دوزخ بیرون کشیم تا دیگران ببینند که ما برای برگردانیدن کسانی که نه تنها جان بلکه آینده خود را فدا کردند همه کار را میکنیم. میفهمید؟ آنها آینده خود را برای آینده دیگران فدا کردند. تا سال 2025 خطر حمله های پهپادی گروه یوکوف را مجبور کرد که شیوه کار خود را دیگر کند. خبرنگار رادیوی آزادی ماه فوریه سال 2026 در یکی از ماموریت‌های یوکوف او را همراهی کرد. او همان زمان درباره مرگ خود و پیامدهای وحشتبار جنگ می گفت. عمر من برای برگردانیدن همه سربازان این جنگ کفایت نمی کند. ما از این جنگ عقب برگشته هم نمی توانیم تا دمی که آنها بر نگردند. چطور برمیگردیم؟ ما بخش از آنها هستیم. ما یک ملت هستیم.